هون گداریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن. سلاف او دم و بخیر گدارین دلال رادیو ریا تزه اند کارم ببین تور اینترنتی بوی ناونی شانه مال پرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 11 آداریه گداریا دنگو باسن گرینگ یین به هفته بکن. کمیسیون بلند یا سرپخواه یا هلبجارتن و رفرندومی یا حریم کردستانی خوش بری و برنا هلبجارتن پارلمانتو و سرکاتی حریم کردستانی را آمده دیگه. الگوری آگاهان دشمی حکومت حریم کردستانی بیجی هلبجارتن پارلمانتوی کردستانی و سرکاتی حریم کردستانی پژراند. اندامی کمیسیون بلند یا سرپخواه یا هلبجارتن و راپرسی یعنی رفرندومی حریم کردستانی دکتر جدیار عادل داخلی که دا راگیاند. ایرو حکومت فرمی راضی بونخوا سر بیجی هر دو هلبجارتن پارلمانتو و سرکاتی حریم کردستانی نشان داد. اوی گوت بیجی هر دو البجارتنان زیادتر 20 میلیون دلاریه و دی روز 6 ماه مجداری سال 2017 البجارتن پارلمانت و سرکاتی حریم کردستانی ورن انجام دان. الگوری یاسای سرکاتی حریم کردستانی دبیر البجارتن سرکاتی حریم کردستانی و پارلمانتوی کردستانی دیگ دمیدا ورن درخستن. سروکی حریم کردستانی مسعود بارزانی در پیوینه که گل روزنامه لاستامپا یا ایتالیایی دا راگیاند رفشا نهای روزلات نامین دشبه رفشا چخوسلواکی و یوگسلاوی و داکفشه هر وقت کچاون گل روزلات اروپای بونه خودی دولت خو کردانجی موفوی هیکو ببن خودی دولت خو. مسعود بارزانی دوی اف پیوینه دا سر رفشا داوین یا عراق سوری باشور کردستانی روزوای کردستانی و دوری بگیشتی برسی و پرسیارن روزنامه لاستامپا دایه. روزنامه لاستامپا پیوین بارزانی را سرنو بارزانی عراق داویات امکرد ببن خودی دولت خو وشاندیه. ریوبری گیشت یه وشانه یه روزنامه ایتالی آمجه برفش عراقی و بردوام بونات پیوچونان و شهر دایشی کریه اوش بارزانی پرسیه. عراق دیوه که دولت که یه گرتی بمینه یاجی بود چند دولت نتوی پرچه دبه. سروکی حریم کردستانی برسی دو بیجه دخوازش با پراستان یک پرچه عراقیه لیبلی براستید دمانها دا جبر پرسگریکن که امکانو چرا سرکن آوانینه وقتی یا کرن سنی و شی 1400 سالن که شهر هفدکن و ام کرد قربانی و شهرینه جبو پیکواجیانه که نو پیوستی فرموله که نو هیه. هروا لسر پرسیارا اگر کردستان و عراقی به دولت که سربخواه اویک دی باندوره که چاون سر آلوزین نابر ایران، ترکی و عربستان و سعودی بکه مسعود بارزانی و برسیف داده. سرخوابون کردستانی جبو پاشه رو جوی حریمی دی به درفت او تیرا خواه خون رجاندن. جواکم گریدوی سرویری حقوقی ریزگرتنا بنگین دموکراتیک پیکواجیان ناسناماین جدا و پرانیا پارتیاین ام دکارن ببن آلیکاری کمبونا کریزان و پیوچونن رجلاتا ناوین او یک مافی هر کسیه. سروکی آمریکای دونالد ترامپ سروکی حریم کردستانی مسعود بارزانی را نامه کشاند و تیدا راگیاند و اف دکارن بهورال آستنگیان دا سر بکن او پرسگریکان چاره سر بکن. سروکاتی حریم کردستانی دشتم شش آداری داخلی که دا اشکره کرد که سروکی آمریکای دونالد ترامپ نامه سروکی حریم کردستانی مسعود بارزانی را شاندیه و تیدا تکازیل سرهفکاری و شرکاتی نابر کردستان و آمریکای کریه و راگیاندیه که اف دکارن به بشی و بهورال بسر آستنگیان دا بسر بکن. نامه دا دونالد ترامپ سپاسیا بارزانی کریه که دمال بجاتناوی و که سروکی آمریکایی دا نامه پیروزبایی اجرا شاندیه. روز نیمه مجداری 2016 دا بارزانی نامه که دا ببونه دست کاربونا و که سروکی آمریکایی نامه که پیروزباییش دونالد ترامپ را شانده بود. روجوای کردستانی هیزن یپگی و آسایشی و دهان اندام پارتین سیاسی بنچف کرن الکوبانی ده و الافرینی جی اندام سرکاتی یان کسی عبدالرحمن آپوجی دناف دا دهان کس دستگیر کرن. بیارو الخانسور شنگالی یا دنبر پیشمرگین روجوا و یه بشی یا سرب پککی و روجوای کردستانی بو سدم و کارودانا که نیرینی هیزن ریوبری خاصر قامشلو دیریک دربسی و سریکانی سر نویزگین پارتین سیاسی دا گرتن دوان بیارن دا نویزگی هات نشوتاندن و تکبرن هروا 20 اندامین یان کسی و پدکسیش عالی یریشکار و هاتن بچف کرن هیزن آسایش پیده و یه پگل سریکانی گفل اندامین انجمان اجتماعی یا کردل سوری خواستن اوجوان خواستن که دش پارتی خوا بردن هروا گلک دورانجی پیده بانک اولیگرین خوا کریه دا کلش دجی پککی و پیشمرگین خانشان دانان بکن لگوری زانیاریان اندامین پیده اتومبیلان ناف کلونین باجاران گریان و دا خوش خلقی کردن دا کش دجی این کسی درب کون کلونان.
هاته گوتن که دما دربازبویی ده هنک افیسرین سپاه پاسدارن ایرانی و 80 شیبی یا عراقی سردان و شنگولی کرنه و لگل پرپسن یه بشی هفدیتن پیکانینه روژوا هفدیتن آوانجی بجیبونا یه بشی یا شنگولی و سیل کرنا آوان بیه الگوری روزنامه شرقل افسد هنک چافکانین عراقی اشکره کرنه که هزا یکیناین برخدان و شنگولی یا سرب پککی و هرم معاشی دسته یا 80 شیبی یا عراقی وردگرن همین دمی برپسکی یه بشی جی اشکره کریه که دما دربازبوی دا افیسرین سپاه پاسدارن ایرانی و 18 شیبی یا عراقی سردن و برگه یه بشی یا شنگولی کرنه و لگل برپسن یه بشی هفدیتن پیکانینه فرمانداری حزب پاراستان ازدیخان حیدر ششو رگیاند نها اب مجولی به یکی نکو حزب خو بخنه سر وزارت پیشمرگه و نها جی ین یاسایی جیب بکن فرمانداری حزب پاراستان ازدیخان حیدر ششو کردستان بیشتر پوری درباره به حزب بحث کرد و رگیاند اف حزب که خو فرمانداری وید که سر وزارت پیشمرگه که و فرمانی جوی وزارت او سرک کریم کردستانی وردگره حیدر ششو درباره شرط نوبر حزب پیشمرگه و پکیل خانسوری دا رگیاند اجبری شرع که سیاست مالن نشتاجین خانه سوری کوچبر بون و حتی نه تمامی همو بنده گریانه هیدر شش و دخواست کرجی بیویست ببر بسیارتی دانستان دنی بکن درباره آزاد کردن خانه سوری دا کوپککی راگیان دا بو شروان انوان اب کوملگی دست دایش رزگار کربون شش و گوت خانه سور بی شرحات آزاد کردن و چکدارین دایش بی برخدان جی درکتن و وکشیان لسر هجمار و بهزی فرمانداری حزب پاراستان ازدیخانی هیدر شش و اشکره کرد لگل وزارت پیشمرگه سر دمزراندن 1800 شروان ری کفتنه او د پاشروج داجی دست تومار کرنا چکدارن بو وی هزی دکن هیدر شش و درباره کاری سیاسی او پارتی دا زانین که افت نو ریزن یکتیو نشتیمانی کردستانی دایه لی اشکره کر او گوت پشتی سیته بخو 2014 و اوی تو کارک نو بی پارتی دا نکریه هیدر شش و رگیاند پارتی که نو یا ازدی دا مزران دیه بنوی پارتی ازدی یا دموکراتیک هر وها رگیاند جی اف پارتی وک همو پارتی کردستانی او عراقی دا خواز مافین خواهین سیاسی او خلق خواهده کرد برپسیاری پیوندین گالری یا بیورو سیاسی یا لیوای حزب الله مصطفی دراجی دستیشان کرد که در جوی نوان گل پککی دور شنگالی دا سر آلوزیاد نوبنیا پیشمرگین کردستانی و هزین پککی دا هاتی روستاندن کنترل کردن شنگالی جالی پیشمرگین و وکی کمپلوی کنم نتوی جبو و قطاندن شنگالش عراقی بناف کرد الی و حزب الله پشگریش آلی ایرانی و دبینه گور زانیاریان جوینا نو بین نوان و پککی دا شالی پککی و فرماندارین پککی ین شنگالی سعید حسن و قادر سعل آمده بونه هر دو آلیان کنترل کردن شنگالش آلی پیشمرگین کردستانی و وکی مترسیه کل سریه گرتن عراقی بناف کردنه و دش روستاندن خال دش دوان پروژه نو نتوی آنی نزمان بری چند رجان بر پس پککل دور شنگالی سعید حسن تفیوی نخوی یا تلویزیون پارتی نوری مالکی دا دیار کربو که اف نخوازن کردستانی و بینگریدانش بر ویکی دنا بین وان و پیشمرگین دا شهر درکتیه پارلمانتار کرد یا ازیدی یا پارلمانتار عراقی داویان داخل درباره آلوزیون نوچه شنگالی و درکتن شرط نبر هزم پککی و پیشمرگین روز دلگرانه و دخوازا داوی هاتن لیستن بآرامی و اولای شنگالی کرد داخلی که داویان داخل آمجه بجدر سرکی یا پرسگری کن کرد او گوت پرسگری که شنگالیش بر هبونا شروان پککی سرخاکیه داخل اف خاک جی بخاک دولت فدرال یا عراقی بناف کرد جبو دیار کردن جرانویسا وی نوچه و وگیر سرپریم کردستانی یا نمانا د چارچوب عراقی دا ماده 140 یا دستور شتویا عراقی یکالی دکه بیان داخل دخواست سرو کریم کردستان مسعود بارزانی کرد که رینه د پرسگری نوچه مزم به او دبیجه باوریام یا تمام سروک مسعود بارزانی و سیاست وی یا حشمنت یه که پرسگری که هم بیز بکه و رینه د که افکریز بلو ببه بری کش دزمن گل عراقی و کرد وی که بو برجواندین خواب کار بینن بیان داخل گوت افتشت بویه جی مخابنیه و بدلگرانی آلوزیون شنگالی شرط نوبر پککی و پیشمرگه دنیره و دخواست شمالیان که بو جاره سرکن و راکوکیان دست به دیالوگی بکن سیاستمدار و رفشنبیری با کوری کردستان کمال برکای دبیجه پککی موافقی یکینینه که شنگالیش با شوری کردستان جدا بکه یانجی بازاری شنگالی و بکه کمال برکای هر و پیویز زانه که پارتی دنیای کردستانی یک کل با شوری کردستانی نه رزیل کمیت ریم کردستانی بگرن و نبن سدما سریشی جوان را کمال برکایش انقری و بجداری بلتینه که نوچند یا تلویزیون روداوی بو و درباری رفش شنگالی و کار و جالاکین پارتی دن یک کردستانی با شوری کردستانی آخوی
وی سیاست مداری نافداری باکوری کردستانی کش بر سیاست و خباتش بودوز گل کت باکوری کردستانی زیادتری 30 سال تمنی خوب نچاریش در وی والد و اروپای در باز کریه کمال برکای هر و سر سیاست پکیک دوی باره رخنه کر و گوت او تبل کاروبارین باشور و روجوا و حتی روجلاز جدبن او سریشی جوان را چه دکن او سببان الوان دگرن افجی کاره کی باشنین او تصدق نجبو پکیک و نجبو پرچین دن ین کردستانی و جبو گل کرد بگیشتی اینینه و مافی تو پارتی کنینه که بخواز شنگالی جباشوری کردستانی جدا بکه یانی بازاری بشنگالی و بکه اف یک نوی قبول کرنه و خدمت دوزه ده توینا که تایبت کنه ها باشوری کردستانی کارش بو سرخابونه دکه جبرویجی دوی کردن پرچین دن پشگری و پشتوانی باشوری کردستانی بکن هفته آداری سرکوزیر عراق هیدار عبادی پشت سردن خواهی بو موصول گیشت هفلیری هیدار عبادی بو سردن کرنا هیزن عراقی ین کد اپراسیون کنترل کرنا موصول دا بجدارن سردن موصول کر او به فرمانده لشکری را جویا پشت سردن خواهی بو موصول عبادی سردن حریم کردستانی کر او بریا فروک خانای ناو دولتی یا هفلیری گیشت کردستانی سروک حریم کردستانی محسود بارزانی ل فروک خانای ناو دولتی یا هفلیری پیشوازی سرکوزیر عراقی هیدار عبادی کر پشت مراسم پیشوازی برزانی و بدیل هفلیری جویان سرکوزیر عراقی پشت جوینی روزنامه‌وانان را گیاند که اف و بارزانی دوی افدیدن خود لسر شهر الدجی داعش او تایبت اپراسیون موصل پیوندین نوبر هفلیر بغداد پرزگریک نوبر حد اولیان اوریا جرسرکن وان پرزگریکون و هروا قونخ پشت داعش و شواز ریبرنا موصل پشت داعش گوتو بیش کردن پشت سردن بو هفلیر و افدیدن وی بسرو کریم کردستان مسعود بارزانی را سرکوزیر عراق هیدار عبادی سردن باجاری سلیمانی کرد هات گوتن یکتیان اجتماعی کردستانی ده پرانی پست و کرسین خواهی نوزرات و پشمرگه یا حریم کردستانی بگویره جگری سررکان هیزن پشمرگه قیرمان کمال را گیاند اجبو گویرتنا جی و ارکی برپرسن بلندین وزارت پشمرگه بیوستی بجوینه که هفپار یا نوبر یینکه و پیدکی دایه و بریاره پاشروجی دو اف جوین بیکرن الگوری گوتنا برپرسی وزارت پشمرگه دید ناو دیوانو وزارت پشمرگه و در وی دیوانجی گویرتن بینکرن یینکه ناو وزارت پشمرگه خودی چند تیزانه هزار هفته یا یینکه 60,000 پشمرگان بکته نونرتیا فرمی یا انجمن اجتماعی یا کردل سوریه پایتخت آلمانی برلینی هات وکرن نه آداری با مدبون نونری حکومت حریم کردستان اروپا دلشاد بارزانی و برپرسی کاروبارین رجلات نامید وزارت درو آلمانی دا نوین اندریاس کروگر و نونری بایلوسخانه آمریکا برلینی نونرتیا ینکسل برلینی هات وکرن سروک ینکسی ابراهیم بروک دوی برسیمی دو آمده بو شمال پر فرمی یا پدکیر راکیان ev yek pingove primezine divare diplomasi yenkisi da ku mendiz onu bu de visa pêşwazîl me bîkirin. Hervo li ser hevlên me bu civakeke demokratîk destxweşîl me hat kirin. روز به روز رفش روزوای کردستانی و سوری آلوستر دبه تایبتی رقا باب و منبیجی گلک آلین جک دور و هیزن لشکری دوی رفشی دا بیش دارن چند روزین دوی دا پیشاتین نو درکتن اشعالی که و ترکیل گل هیزن مرتل فرات گفا کنترل کنا منبیجی هیزن انجمان لشکری یا منبیجی دخواه اشعالی که دن و هیزن امریکی و روسی بشگری انجمان لشکری یا منبیجی دکن همان دمیل آلی باشور روزوای منبیجی هیزن ارتش سوری و جک دارین دایشی هنه سر همو برای آنجی شهر و پیف چون درد کردن بدف که انجمن لشکری یا من بیجت بیشه پشتی گویتن لشکری نول نوچه بون که رژیم پیشوا چو و مرتل فرات باجری بابی کنترل کرد شالی مرتل فرات و ترکیه و گفت کنترل کنن نوچه انجمن لشکری یا من بیجی هات کردن جبر وان پیشتایان انجمن الگل آلی روسی دخینک راگیان تدا هیلا برای الگل مرتل فرات هات دستیشان کردن گویتن مزن سرنخشه درد کردن لی انجمن لشکری یا من بیج هر تکزیل سرویه کده که برکی برخدان بروانی و پراستن وی باجاری را دبن و اوری ناد نتوالی کدن که وی باجاری کنترل بکه وزیر دروی ترکیه مولود چاوش خود داخیا کرن آرمانجا ترکی پشتی بابی منبیجه و او بریارن که یه بگیج منبیجه نامینه چاوش خود انقره بدونری هنه سازین میدیا ترکیه هات با هف او گوت بو استراتژیک هپاری اپراسیون رقا خبات کرن و آرمانجا وان یا سرکه منبیجه ادام کلوی دری بیه بگی را روبرو ببن اوی الی بدن داخیا کرن مجرای یه بگی قاسی دایشی بو وانگرنگه و او قبول ناکن روسیه المنبیج و دورین دن یه بگی بپارزه لی اگر جوان دوران یه بگی درخ اوی پشتوانی روسیه بکن
روزا دی آدار جی انجمن لشکری یا منبیجی دخینی که دا راگیان دش با پاراستنا سیویل و باجاری منبیجی شهر و پیوچونان و ریگرتن پیش پلان ترکیه بود داگر کردن خاک سوری عالی روجوای باجاری منبیجی را دستی هزین رژیم سوری کردن سربیه کیجی سرکوزیر ترکیه بینالی یلدریم گوته بو اونل دژن کو منبیج بکوه دست حکومت سوریه هفته بوری پارتی دموکراتیک گلان پارتی هریم دموکراتیک کنگره جواک دموکراتیک تفکر جنین آزاد و کنگره دموکراتیک یا گلان بگیشت پنجره خستنان سر شهر کل شنگولی دنبال یکینان برخوادان شنگولی و لشکرین روزین پیشمرگین روزوای کردستانی دا قومی دخینی که هفبش لنووندا دی پی پی آمده دان پشتی دخینی هفبش هفسروک کجدل لایلا گوون و جگری سروک کومه دی پی پارلمانتوی ترکیه برسی و پرسین روزنامه‌وانان دان لسرپرسا روزنامه‌وان گلو پارتی و در بازبود پیشبرگین روش جبور روزوای کردستانی رواد بینه یا نه جگری سروک کومه به احمد یلدری واگود پیوسته ایدی ناوی روزوای نیب کارانین اولشون روزوای کردستانی بیژن فدراسیون باکوری سوری وزیر نوخوی ترکیه سلیمان سویلی تابی فرمانداری گیشتی یه جندرمان و بریبرنی اولکاریا گیشتی نوچهل چه یا دیاربکری جو دیریا اپراسیونی کرن بری هفت روزان 18 گندن باکوری لچه قدقه درکتان درو هات را گیاندن و پشت را بجدریا 10,000 لشکران اپراسیون هاتو بود دست بکرن که وک بزنترین اپراسیون سالین داوی تی بناف کرن دو اپراسیون در شهر و پیوچون رودان هاتو بود را گیاندن حتی نو هفت اندام پککی جان خوش دست دانه دروش بری ویجی لشکری که ارتش ترک دو اپراسیونی دا جان خوش دست دا و سه لشکرین دن جبرین دار بون بردفکی وزارت درو یا آمریکای را گیاند یه بگه تپی ویندیک پککی را نینه و هزه که باندور دشاره دجیدای شدایه آمریکا درباری هبون پیوندید نوبر پارتی کارکرین کردستانی و یکینان پاراستنا گل داشت ترکیه جدا دا فکره و نیرین هر دو آلیان درباری به مجاری و که هف نینه بردفکی وزارت درو یا آمریکای مارک تونی تو کنفرانس که روزنامه‌وانی دا را گیاند ام دمک دریجه که دا چارچوبه هزین سوریه دموکراتیک دا آلیکاریا هزین یه پگه دکن مارک تونی درباری هلوستا ترکیه سر یه پگه داشتی بیجه یپگی و پککی تکلیف هفرهنه و هر دو آلیجی ریخستن تروریستینه داخیا کرن که واشنگتن دوی مجاری دا و که انقره نافکره تونر دیار کرد یپگی و حسده لسوری هزن باندور بونه و جمعه نیسانی سال 2016 و حتی 6,000 کیلومتر چارگوشه آخ و 100 گنجیل دادور رقوی کنترول کرنه دبرسی و به داخینی دا برتف که سرکاتی ترکی ابراهیم کالون جی گوته بو اف گوتن یان پکنو که یان جی فرمانداری نووندی یا هزن آمریکای عقل خوش دست دایه کالن دیار کرده بو که پیوست آمریکا دش سیاست یاسایی کردن کومن تروریستی بینه سروکی ریخستن مافی مروان یا کردستانی محمد صدیق که بودوان که 10 سالت زندان ایرانی دا گرتیش بو ورگتن خلات نوبلی یا آشتی هات کاندیده کرن کرده که رجلات کردستانیش آلی پارتی سوسیالیست جب یا نروژی و بو ورگتن خلات نوبل یا آشتی هات نامزد کرن الگور آگایان سردخواز کمیتی کارکردن بو پیدان خلات نوبل یا آشتی محمد صدیق که بودوان دا پارلمانتاری که پارتی سوسیالیست جب یا نروژی نوی که بودوان و که نامزدی ورگتن خلات نوبل یا آشتی تو مار کریه محمد صدیق خلق رجلات کردستانیه و سروکی رقصنا مافی مروان یا کردستانیه جبر چلاکین وی ین بو پاراستنا مافی مرو رجلات کردستانی شالی حکومت ایرانی و هاتیه گرتن و زیدتری 10 سالان نکار گرتی گیدایه بریار الولات اروپا اجبو پشگریا پیدان خلات نوبل یا آشتی اجبو که بودواند کمپانیک دست ببکه پیشتر جی 3 جاران که بودواند اجبو ورگتن خلات نوبل یا آشتی هاتو بو نامزد کرن لی اف خلات بی نه هاتو بو داین دنگ و باسنجیانی پشتی شهری دویام یه جیانی جاره یکمه که آمریکا و روسیا همون قادا شهری المنبیجی هفکاری و هفدکن اوش بکا ریل برگیریشن ترکیه و چکدارین سر بی دولتی و بگرن اولهی و حریم و منبیجی بلشکرین خواه ده پاریزن روزنامه تایمز یا انگلیزی نویساندیه که یکیناین لشکریین آمریکا و روسیا المنبیجی هفرو اولهی و حریمی پیکتینن راپورت بسرناوی هزین آمریکا و روسیا و سوری اریا ناوین دیتن هاتیه بلاف کرن پیامنری رجلات ناوین روزنامه ریچارد سپنسر را گیان که لشکرین آمریکا و روسیه روزوای منبیجی لنه نوچین پهرو اولهی پیکتینن ریچارد سپنسر دیار کریه که یکیناین هر 2000 تنی 10 کیلومتر شب دورن
سرفرمانداری هر سه ولاتین روسیه، آمریکا و ترکیه الباجاری آنتالی یه ترکیه هاتن بال هف. اف جیوین و هر سه سرفرمانداری نوبوری دمکی دایه که بجدربون یکی نوین پاراستنا گلد اپراسیون رقای دا بیه مجران نقاش نوبر آمریکا و ترکیه دا. ارتش ترکیه درباره جیوین دا داخلینیک دا و تی دا راگیاند درباره اولکاری حریم دا و تایبتی رفش عراق و سوریه جیوین دا تیه گوتو پیش کرن. حتی بری ترکیه برتکه که تند نشانی بتلکرنا آلمانی یا میتیگین وزیرین ترک دا. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان جی آلمانی به ناسیسمی سوچدار کرد. پارتی دشبره ترکیه جی رخنین هلوستا آلمانی دگرن. لی دخوازن حکمت ترکیه جی رزل ماف آزادی نبخویی بگره. آلوزید نبر آلمانی و ترکیه دا که به بتلکرنا آلمانی یا کمبون وزیر دادی یا ترکیه و وزیر آبوری دست بکره بو هر کد چه مزنتر دبه. آلمانی هری داویجی کمبون وزیر درو یه ترکیه مملوت چاوشو بتال کرد. پارتی دسلاتیا ترکیه که پارتی جبرویگی آلبانی شرمزار کرد. سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان جیل هلبست آلمانی بتوندی رخ نگرتن. جالیدن و پارتی دموکراتیک گلان و پارتی گل یا کومری دبیجن حکومت ترکیه چقاس آلمانی قدغه کری تومت بار بکجی اب خوشی برادش برای ترکیه منتشتی دکن. سرکوزیر آلمانی آنگلا مرکل پیشمی هشیاری دکرد نزدیکبون ترکیه یا همبر دموکراسی و سروری قانونی پرزگری کدش سبروج افکاری انقره یلگل یکتی اروپایی را چیده که اف جدابرین کور گریدای پرستین بنگین ین دموکراسی و سروری قانونی و آزادی رومانی ترکیه نه. هروا بگرتنان گلک روزداوانن که تنی بود دیار کردن نیرینی خالگرتیگی نه مرکل پارلمانت آلمانی دا گوت. مرکل هروا نرزیبون تندل دژی شروین سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان نشان دا که گوتو بکو بریارد آلمانی وکین سردما ناسیزمیه. سرکی جوات یکتی اروپا دونالد توسک هجوینا کل بروکسل پیکات جنوب و یک سرک هات بجارتن. سرک وزیری کاملی پولونی توسک دی حتی دوی سال 2019 سرکاتی جوات بدومینه. بجارتن جوات دا تنی پولونی پشگری ندا توسک که حکومت بجاف تلیخد که کار نخواهی و دولتی. حکومت پولونی بریجی چنجران اویدیاش کاربدستن اروپی را راگیان دبول لی توسک رخنه رد کربون. توسک نوبر 2007 و 2014 دا سرک وزیری پولونی بود. بداری نیجا او بو وشتانا دنگو بسنکتی که شهر 4% کردستانی کردن دیاسپروی هر و نوچین و نتوی اجاره کردن دی سال سروی ناوی نشانی امی راستی هبین. آمده کار و ریبرو برنامه یا دنگو بسنو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی نیشمیاتی بمین نو خیر و خوشیده.